11 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دهه سنگستان نوحیه عینی به فعالیت مجمع فرهنگی و فراغتی باغستان آغاز بخشیدند. انشاءات فرهنگی به استقبال جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد شده. بعد از فعالیت پرداختن آن در مجموع 32 ساکن به‌شغل با کار تامین خواهند شد. مساحت عمومی مجمع 8000 متر مربع می باشد. مجمع فرهنگی و فراغتی بوغستان از یک آشیانه و تخانه عبارت است. در آن کتابخانه زمانوی با 5000 ادبیات جهانی معاصر، کلاسیک و بچگانه، کارگاه پایافزالبراری با اقتدار استحصالی 20000 جفت پایافزال در یک سال، کاشانه حس، تالار ورزشی، حجره‌های کاری مکتب ورزشی ناحیه، خانه بخت، طرفخانه با 150 جای نشست و دیگر انشاءات یاری رسان ساخته شده است. ضمن شناسایی سرور دولت محترم امامعلی رحمان به صفت کارهای انجام یافته بهای بلند داده به فعالیت پرداختن آن برای تامین اینفراستراکچور در بخش‌های علاهیده نیک و مؤثر ارزیابی نمودند. باغستان نام گذاشته شدن همین مجموعه فرهنگی فراغتی دهه سنگستان نیای بزرگ ما نقیب خان طغرل احراری در همین دیار سنگستان 9 سال زندگانی کردن با سبب و در اینجا یک باغ خیلی زیبای با نام باغستان بنیاد نمودند. در طول زندگیشان در پیروی گلستان سعدی شیرازی یک اثر با نام باغستان ایجاد کردند که امروز همین در پیروی گلستان سعدی ایجاد نمودن باغستان این خودش علاقه یک رمز که با همین مجموعه گذاشته شده است و با نام سنگستان هم ردیف و هم قافیه می شود. ما از این خیلی خرسند هستیم. بگذار همین مجموعه باغستان شود، بگذار همین مجموعه یکی برای بچه‌های خودسال و آینده افسانه آنها و مثل گلستان باشد. هر باره که پیشوای معظم ملت به جایی که سفر کردن با فیض قدمی این کس همانجا آباد و خرم میشد. ما توسط تلویزیون همه سفرهای جناب عالی را تماشا میکنیم و میبینیم که به جایی که رفتن همان جا به گلستان تبدیل می‌یابد و این است آبادی دیار، این است آبادی کشور. قابل به ذکر است که بنای مجمع باغستان با طرح و اصولهای خاص معماری ملی بنیاد شده به یکی از مکانهای خوب سیر و گشت ساکنان و مهمانان تبدیل یافته است. صحن و اطراف بنا سبزکاری شده برای استراحت ساکنان، صحبت کردن و ایوانهای معاصر بنیاد گردیده است. امروز در دهه زیبا منظری سنگستان با دستگیری‌های پیشوای محبوب کشور
یک مجمع فرهنگی فراغتی باغستان بنیاد گردید که در داخل آن کارگاه پایافزالدوزی، کاشانه حسن، کتابخانه، تویخانه، تالار ورزشی که در مجموع 32 جای کاری را در بر میگیرد و این یک غمخواری دیگری پیشوای معظم ملت باشد که مردم با جای کاری خالی تأمین شده بهر شکوفایی وطنمان فعالیت بنمایند. کارگاه استحصال پایافزال در اساس برنامه رشد صنعت‌کنونی کشور روی دست گرفته شده، تمام تجهیزات نصب گردیده استحصال نسل نو میباشد و نیروی برق را صرفه میکند. به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که حالا اقتدار استحصالی کارگاه 20,000 جفت در یک سال بوده، با نظرداشت زیاد گردیدن طلبات حجم استحصال افزایش و تعداد کارگران نیز به مراتب زیاد کرده می شود. ما سپاسگزاری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میرسانیم که ما زنان خانشین را به جای کار تامین نمودند. من در این کارگاه به حیث دوزنده فعالیت مینمایم. بسیار منت داریم که ما زنان را پیوسته دستگیری میکنند و چنین کارخانه ها را برای ما بنیاد میکنند و ما شاد از آن هستیم که در دهی ما چنین کارگاه پای افزال براری بنیاد گردید و ما زنان خانشین به جای کار تامین گردیدیم. تاجیکستان عزیزمان روز به روز آباد و زیبا می‌گردد و در دایره 35 سالگی استقلالیت میهنی بزرگمان کوشش‌های تاجیکستان روز به روز انشاءات‌های سازنده بنیاد گردید ایستاده است. از آن جمله بیمارخانه، مکتب، بنگاه طبی، کودکستان، مجمع‌های فرهنگی و فراغتی. از آن جمله در دهه سنگستان ناحیه عینی امروز با اشتراک پیشوای معظم ملت مجمع فرهنگی و فراغتی باغستان افتتاح گردید و ما افتخار میکنیم که چنین پیشوای معظم داریم. در همین جا سرور دولت محترم امامعلی رحمان همچنین از کتابخانه مجمع دیدن کرده با شرایط کاری آن شناس شدند. در کتابخانه الکترونی این مأخذ علم 2000 ادبیات محفوظ بوده برای دوستداران کلام بده امکانیت مساعد مهیا شده است. فروغ بخش روح و جان انسان در کتابخانه و کتاب دوستی است و محض با دستگیری و راهنمایی های صدر عالی کشور طول 5 سال است که آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است در کشور برگزار می گردد که کتاب دوست و کتابخوان بودن ملت تاجیک را از نو احیا نمود. خوشبختانه در دهه سنگستان کتابخانه بنیاد گردیده است که برای ساکنان آن خیلی مفید و دسترس می باشد و محض همین کتابخانه باعث می شود که کتاب دوستی و کتابخانه مردم زیاد گردد. همچون جوان سعادتمند کشور افتخار از آن دارم که همواره زیر پرتو راهنمایی ها و دستگیری های صدر عالی کشور اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امامعلی رحمان قرار دارم. من که غالب آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است در نامینه ایجاد نظم می باشم، همچون عبیره رودکی، مرید طغرل احراری، شاگرد گلنظر و قطبی و دارا و آذرخش و فرزانه تلاش می ورزم تا به شعر نبوی تازه بخشم و نموی ادبیات تاجیک را زنده نگاه دارم. گوشه‌های آزمون‌های جمهوریوی از جمله آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است و تاجیکستان وطن عزیز من قسم‌های علاهیده کتابخانه را تشکیل می‌دهد که با ادبیات‌های ضروری مجهز گردانیده شده است. با مقصد ترغیب و تشویق طرز حیات سالم و عمومیت ورزش در مجمع مؤسسه دولتی مکتب ورزشی ناحیوی با نظرداشت تالار و دیگر انفراستراکچور ضروری فعالیت می‌نماید. همچنین تالار ورزشی برای بازی‌های تنیس روی میز، گوشتن، وزنبرداری و بازی‌های ششکه و شاهمات پیش بینی شده است. ما جوانان و ورزشکاران دهه سنگستان ناحیه عینی منتداری صمیمانه خویش را و پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میرسانیم که ما جوانان و ورزشکاران را همیشه دستگیری مینمایند. برایمان باعث افتخار است که امروز صاحب تالار زیبا و برهوای ورزشی که با تجهیزات‌های زمانوی مجهز گردانیده شده است صاحب گردیدیم. جواباً به این غمخوری‌های پیشوای محبوب ملت وعده می‌دهیم که در مسابقه‌های سطح جمهوریوی و بین‌المللی شرکت ورزیده پرچم دولتی کشور عزیزمان را بلند می‌برداریم. جوانان و ورزشگران برای این اقدام رهبریت عالی کشور اظهار سپاس نمودند. منتداری خویش
و اهل ورزشکاران دهه را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانیم، زیرا با تشبس و دستگیری های بی‌واسطه پیشوای ملت در دهه ما مجموعه ورزشی با حشمت ساخته به استفاده داده شد. ما سعی کوشش آن را به آن روانه میکنیم که تا نازکی‌های ورزشی جدا را از بر نموده مثل تیمور رحیموف و سامان محمدبکوف در سطح بین‌المللی پرچم دولتی خود را بلند برداریم. خانه عقد نیکو و کوشونه حوز از امکانیت‌های علایده مجمع است که با لوازمات ضروری مجهز میباشد. طربخانه ملی مجمع دارای 150 جای نشست بوده برای گذراندن چورابینی‌های گوناگون موافق میباشد. طرح و نمای طربخانه صرف ملی بوده با صنعت بلند معماری معاصر حکاکی شده است. در همین جا پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با 80 نفر یتیمان و تربیت گیرندگان مکتب اینترنت های ناحیه عینی و کوهستان مسچو ملاقات کرده به آنها تحفه ها تقدیم نمودند. چون انانه سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن هر سفر کاریشان از حال و احوال یتیمان باخبر گردیده نسبت این قشر جامعه غمخوری ظاهر می‌نمایند. السلام علیکم. پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان، من بابای و سمیه خواننده صف 8 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 46 ناحیه عینی سپاس و منتداری خود را که به شما اظهار می نمایم. ما یتیمان کل هیچ وقت یکه و تنها حس نمی نماییم. من از نام خودم و از نام مؤسسه های تعلیمی ناحیه وعده می دهم که با بهای خوب و اعلی مؤسسه را ختم نموده به وطن خویش صافدلانه خدمت می نمایم. من ندارم در جهان نه پدر نه مادر، لیک دارم در جهان پشت و پناه یاور. پیشوای ملت ما بهر مایان غمگسار و مهربانم را خداوندا نگه دار. از جانب پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برابر آراستن دسترخوان پرناز و نعمت به نورسان و جوانان که با امر تقدیر از نوازش پدر و مادر بی‌نصیب ماندند مجموع سر و لباس و کمک مالیوی تقدیم کرده شد. این حالت خوشحالی و فرح کودکان را افزون نمود. محبوب فقیرانند امامعلی رحمان، غمخوار یتیمانند امامعلی رحمان، در ظلمت و شام و غم در شادی و در ماتم چون شمع فروزانند امامعلی رحمان. من میرزازاده میرحمزه خواننده صنف 8 مکتب اینترنت ناحیه کوهستان مسچو می باشم. من منتداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میرسانم که در هر یک جشن و مراسم ها از حال ما یتیمان با خبر هستند و من جواباً با این غمخواری های شایسته جناب عالی کوشش می نمایم که با بهای خوب و اعلی تحصیل نموده آینده نامبردار این ملک بهشت‌آسا که تاجیکستان نام دارد سهم ارزنده گذارم. یتیمان با شادی و نشاط از دست راهبر انسان دوست تحفه‌های ارزشمند گرفتند. کودکان از آن اظهار خوشحالی میکنند که همیشه تحت غمخوری و دستگیری پیشوای محبوب ملت قرار دارند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان به نورسان و جوانان یتیم و تربیت گیرندگان مکتب اینترنت های ناحیه های عینی و کوهستان مسچو صحبت صمیمی آراسته آنها را به تحصیل خوب و اعلی، آموختن کسب و هنر، زبان های خارجی و کار با تکنولوژی های معاصر هدایت نمودند. کتاب خوانده نکن، غیر کتاب های درسی، کتاب های بدیهی خوانید در وقت خارجی. کتاب خواندن انسان را سخنور میکند، سخندان میکند، شعورناکیش هم وسیع میکند، جهانبینیش وسیع میشود. برای همین هم نثر خوانید. یگان نفر از آسمان عالم، شاعر، نویسنده، اختراعکار، مهندس، معمار نمیافتد. همش در نتیجه آموزش، علم آموختن، دانش آموختن، کسب آموختن، هنر آموختن. زبانهای خارجی را حتما 2 زبان حذف کنید. ما دائمی یگان جشنیم برای شما، برای حیات شما غمخواری میکنیم. باز تکرار میکنم فرزندان عزیز من، نصیحت‌های تربیه مربیان آموزگاران را دقت اولی درجه دهید. کلاس‌ها را نصیحتشون را گوش کنید. ما میخواهیم که شما آینده یک شخصی بسیار خوشبخت‌ترین دولت تاجیکستان شوید. خرسندی کنین، با جشن استقلالیت هم آمادگی بدین. خب
خورید. سلامت باشید. خوشبخت باشید.